میدونی که چرا اینقدر دلم میخواد نقاشی رونالدو رو بکشم؟ راستش حس میکنم این کار فقط یه سرگرمی ساده نیست. وقتی میکشمش انگار دارم تمام تلاش‌هایی رو که توی ورزش و بدنسازی کردم روی کاغذ هم تکرار میکنم. همونطور که ساعتها توی باشگاه تمرین کردم تا اندامم خوش فرم‌تر بشه، همینطور هم باید بارها خط بکشم، پاک کنم، دوباره شروع کنم تا کم کم تصویر درست شکل بگیره. رونالدو برای من فقط یک فوتبالیست نیست، بیشتر مثل یک نماد پشتکار و انضباط. وقتی به بدن خوشتراش و قدرتمندش نگاه میکنم، یاد تمام لحظه هایی میافتم که خودم با عرق ریختن و سختی کشیدن تونستم یک ذره به چیزی که میخوام نزدیکتر بشم. برای همین کشیدنش مثل حرف زدن با بخش ورزشکار و تلاشگر وجود خودمه. شاید دارم با این نقاشی به خودم یادآوری میکنم که زیبایی و قدرت یک شبه ساخته نمیشن، چه روی صحنه ورزش باشه و چه روی بوم نقاشی. همه چیز از تکرار، صبر و ایمان میاد و این برای من آرامش بخشه، چون میبینم هم بدنم و هم نقاشی هم دارن همزمان شکل میگیرن. مسیر همیشه سخت و طولانیه، ولی آخرش چیزی میسازه که ارزش دیدن و باور کردن داره. من هنوز توی راهم، هنوز دارم بدن و روحم رو میتراشم، ولی این مسیر وقتی قشنگتر میشه که تنها نباشم. اگه تو هم این حال و هوا رو دوست داری، بیا کنار من، دنبالم کن تا توی این مسیر ساختن خودمون با هم قدم بزنیم، با هم نفس بکشیم، با هم رشد کنیم.